سلام و بر خودتون سلام کنید. خب اگر ما تأمل و تدبر و تفکر در این آیه بکنیم، خب به افقای خیلی خیلی بالاتری ممکنه برسیم. ولی اگر کمترین و آسونترین و ساده ترین قسمتش رو بگیریم که ما وقتی بر کسی سلام میکنیم، در حقیقت در واقعیت ما داریم بهش میگیم که تو از اذیت ما در امانی، از شر من در امانی و خیر من فقط به تو میرسه. حالا ما اگه این رو بیایم ببینیم که اگر به خودمون سلام کنیم چی میشه، که ما شر خودمون از ما دور بشه، ما در امان باشیم از شر خودمون. خب شر خودمون چیه؟ اون افکاری که دوروبر نفرت و طمع و آزار دیگران که ما فکر کنیم که خیلی کسی هستیم، همه اینا. حالا خیرمون چیه؟ خیرمون اینه که ما شبیه تر بشیم به روح که خدای مهربان این روح رو که به ما داده و نفخت فیه من روحی، از روحش به ما دمیده، ما شبیه تر اون بشیم. حالا اگه ما هر روز فقط درباره این فکر کنیم که سلام کنیم به خودمون، فقط درباره اینا فکر کنیم، خود این ما رو خیلی در درونمون والاتر میکنه و سلام و صلح بیشتری در درونمون میذاره، چه برسه اگه یه کاری هم انجام بدیم.